شیطان چگونه بیکار میشه؟ ببین عزیز دلم، سوره نساء آیه 143: و هر کی را الله گمراه کند راهی برای او نخواهی یافت. یک. سوره رعد آیه 33: هر کس را الله گمراه کند راهنمایی به او وجود نخواهد داشت. سوره زمر آیه 23: و هر کس را الله گمراه سازد راهنمایی برای او نخواهد بود. سوره زمر امین سوره آیه 36: و هر کس را الله گمراه کند هیچ هدایت کننده ای ندارد. سوره فاطر آیه 8: خدا هر کس را بخواهد گمراه می سازد و هر کس را بخواهد هدایت می کند. شیطان بیکار میشه دیگه. سوره اعراف آیه 186: هر کس را الله گمراه سازد هدایت کننده های ندارد و آنها در طغیان و سرکشیشان رها می سازد تا سرگردان شوند. سوره مدثر، سوره رعد، سوره شعراء، سوره انعام میریم به 25 تا 28 آیت که خدا گمراه کننده است. پس عزیز من، شیطان وظیفه چیست وقتی خدا گمراه میکنه؟ خب شیطان و خدا که خاصیت همسان دارن دیگه.